خواننده بعدی آقای میلاد هست که آهنگ فرشته رو میخونه که این آهنگ اوریجینالش اصلیش با صدای ابی و کامران هومن پخش شده. میلاد خیلی خوب این آهنگ رو تمرین کرده، به صداش خوب میشینه و با انرژی زیادی قراره بیا رو صحنه این آهنگ برای شما اجرا کنه. امیدوارم که خوشتون بیاد. هفته پیش خواستم که یه ذره اجرام متفاوت باشه، یه ذره جدیدتر و پر انرژی باشه، چون حرفای مردم کامنت ها رو بیشتر خوندم بعد از اون قضیه که بین 3 نفر آخر بودم. هم سورپرایز نه یه دفعه هلو و اینجا شده یه من تو تمرین خواستم بیشتر بالا برم، اینجا مستقیم رفتم یه ذره بیشتر. میلاد خیلی قشنگ کوریوگرافی میکنه، خیلی قشنگ شو اجرا میکنه و این جذابیت آهنگ رو 2 برابر میکنه. دیگه الان فقط ترسم اینه که هر هفته این ریسکایی که انجام میدم خوب انجام شه. پسر خیلی محترمیه، خیلی مؤدبه، معلومه تو خانواده خیلی خوبی بزرگ شده. واسه من بودن من اینجا خیلی خیلی مهمه، چون نه تنها من میدونم ولی تمام بچه‌ها واسهشون مهمه، چون راه خیلی سختی رو طی کردن که تا برسونن خودشون رو به اینجا. راستش من از بچگی خب این احساس داشتم، فیلماش بوده و عکساش همه چی بوده، مامان بابام میدونستن که من باید تو این خط میرفتم و تو کار موسیقی باشم و خب دوست دارم بمونم، واقعا دوست دارم اینجا باشم، دوست دارم واسه ایرانی‌های دور دنیا اجرا کنم. الان لیز میخوره. همون لیز میخوره، به خاطر همین این شو میخوره، این ممکنه تو شو بد باشه. سختی این آهنگ اینه که دوباره یه کارهای جدیدی توش نرم میکنم، با پایه‌های میکروفون و یه حالت کوریوگرافی با این پایه میکروفون میخوام انجام بدم. من پیشنهاد میدم تو این کاری میخواد بزنی کنار اینو مثلا. اگه رابر بزن نشه یعنی میذارم کنار فشار. اگه نشه بذارش کنار. راستش خب این کارهایی که میکنم همش ریسکه. من این ریسک رو انجام میدم برای اینکه خب آخرش اگر درست انجام بشه میدونم که واسه مردم و بینندهایی که میبینن جالب میشه واسهشون. سو ریسکه ولی خب باید این کار رو انجام بدی. میگن دستای پاک تو مهمون دستای دیگه است، میگن نگات پیش منه اما دل جای دیگه است، میگن دروغ بوده که تو تا آخرش مال منی، چشمای رنگ اصلت دنبال چشمای دیگه است. آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه، مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه، مگه فرشته هم بده. با شب و مهتاب شنیدم این روزا خلوت میکنی، میگن تو خواب و رویاهات خورشید و دعوت میکنی، چرا دستای عاشقت رنگ تابستون نمیشه، وقتی که نیستم اون چشا خونه بارون نمیشه، میونه راحت نکنه قلب تو دادی به کسی، اون کیه که به جای من شبا براش دل واپسی، تو اهل آسمونایی اون آسمونای بلند، فرشته آرزوها، به گریه های من نخند، به گریه های من نخند، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه، مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه، مگه فرشته هم بده، مگه فرشته هم بده. میخواستم میخواستی باش. رضا جان
میلاد عزیز خیلی خوب بود. من خیلی خوشحالم که اون نخورد تو صورتت اینا. من فقط نگران هفته‌های بعدم که با چت رو اینا بخوای بیاد. ولی کلا خیلی اجرای خوبی بود، خیلی صحیح بود، خیلی پر انرژی بود. یه ذره حالا چون حرکت زیاد کردیم منو مجبورم رو حرکت کنم. یه ذره فقط اون مثلا بهت بگم یه مثلا 20 ثانیه آخرش یه ذره مصنوعی شد، ولی بقیه‌اش خیلی خوب بود. من خیلی راضی بودم و مطمئنم که موفق خواهی بود این هفته. بابک سعیدی. میلاد تو بچه با تجربه هستی، وقتی میخونی میفهمی داری چیکار میکنی. اون زینت‌های ریزی که به نوتا میدید، تو یادم نهار داشتی میگفتی نگرانم که خارج نشد، اصلا خارج نشدی، عالی بود اجرا. واقعا فکر کنم بهترین اجرا تو شو بود. مرسی. حامد جان. میلاد جون خسته نباشی. اینقدر گفتم از 4 سالگی خوندی که بالاخره مدرکش هم بالاخره ویدیو نشون داد. انتخاب آهنگ به نظر من خیلی مناسب بود برای شما. آهنگایی که اینجوری انرژی دارن و شاد هستن، شما به خاطر توانایی که در تحرک داری، یک بالانسی بین توانایی صدای شما و تحرک ایجاد میکنه. به نظر من اجرای بسیار دلنشینی بود و موفق باشی. آره میلاد جان خیلی خوب خوندی، آفرین. شوت هم خیلی قشنگه. یکی دو جاش از کوک خارج شدی، خودت هم میدونی چون موزیشن هستی. من تعجب میکنم، من واقعا نمیدونستم که میلاد پیانیست خیلی خوبیه. مثل روز پیش متوجه شدم و چقدر کوردا رو میدونه، چقدر وقتی آهنگ میخونه نوتاش میگه دور میفا اسم میبره. زنده باد. امیدوارم که بمونی و هفته دیگه یه آهنگ با پیانو برامون اجرا کنی. درود بر تو. می‌کنی بمونی؟ اگه بمونم بله. پس به افتخار میلاد دست بزن. حالا که فردا شب باید از یک نفر دیگه خداحافظی کنیم. اگر از دوستان میلاد هستید لطفاً حمایتش کنید. میشه به این شماره که دارین زیر میبینید پیامک هم فرستاد. دو راه دیگه داره، یکیش اپه و یکیش وبسایته. بلندتر. وبسایت. از هر دستگاه میشه 6 تا رای داد. 6 تا رای داد. به افتخار میلاد.